درود بر شما عزیزان. من مونا هستم، راوی تاریخ ایران، و امروز میخوام شما رو باز ببرم به شوشتر. تا حالا به این فکر کردین که اگه دیوارهای شوشتر حرف میزدن چه قصه هایی برای گفتن داشتن؟ امروز میخوام شما رو ببرم به دو جای خاص. یکی جایی که کاروانها نفس تازه می کردند و یکی جایی که آدمها برای فرار از گرما به دل زمین پناه می بردن. تو شوشتر جاهایی هست که اگه ندونی خیلی راحت از کنارشون رد میشی، اما همین جاها یه روزی قلب تپنده تجارت و زندگی مردم بود. امروز قراره هم از کاروانسرای افضل براتون بگم، هم از یه خونه عجیب که زیر زمین ساخته شده، هتل سرابی. وقتی از کوچه های سنگ فرش شوشتر رد میشی و بوی تاریخ توی هوا میپیچه، یه ساختمون ساده اما با شکوه ظاهر میشه که انگار از قصه های گذشته بیرون اومده. کاروانسرای افضل. اینجا فقط یه بنای قدیمی نیست، بلکه مثل یه ایستگاه زمانیه که ما رو میبره به روزهایی که تجارت، سفر و روایت مردمی دست در دست هم بودن. برای اطلاع از مکانهای تاریخی ایران خوشحال میشم من رو سابسکرایب کنی. خب داستان از کجا شروع میشه؟ از دوره قاجار، زمانی که کسب و کار و بازرگانی بخش مهمی از زندگی مردم بود. خانواده‌ای معروف در شوشتر به اسم آقازاده های خاندان افضل تصمیم گرفتن یه جایی بسازن برای پذیرایی از کاروانها، هم استراحت، هم نگهداری کالاها، هم جایی برای پیدا کردن همسفر. این کاروانسرا روزگاری محلی بوده برای تاجرهایی که از مسیرهای دور می اومدن و بعدها تبدیل شد به بخشی از خاطره شهر. معماری بنا جالبه. کاروانسرا 4 طبقه داره. زیرزمین خنک که در گرمای شوشتر پناه مسافرها بود. طبقه همکف با حیاط مرکزی برای استراحت و گپ زدن. طبقه اول هم که بیشتر اتاقها و حجره ها بودن. بالاترین بخش برای دیدبان و تهویه بود. توی حیاط و دیوارها هم نقوش زیبا و آجری به چشم میخوره که نشون میده ساخت اینجا یه کار هنری هم بوده، نه فقط یه ساختمون. اسم معمار این شاهکار حاج جعفر معمار، یکی از معمارای سرشناس شوشتر که جاهای دیگه شهر هم کاراش دیده میشه. سالها گذشت و اینجا که زمانی کاروانها و تجار دور هم جمع می شدن، تبدیل شد به محل نمایش و فروش صنایع دستی. الان صدای چکش سفالگر، نقاشی روی پارچه و صحبت‌های هنرمندا جای همهمه کهنه گذشته رو گرفته. اینجا دیگه فقط یه بنای قدیمی نیست، بلکه ترکیبی از گذشته و حال شده، تاریخی و زنده، هنری و اقتصادی. و همین چند سال پیش این کاروانسرا به همراه چندین کاروانسرای دیگه از ایران
به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. یعنی دنیا هم فهمیده که این گوشه شوشتر یک گنجینه واقعی است. حالا میخوام بریم در دل بافت تاریخی شهر شوشتر، جایی که آب و سازه های باستانی 1000 ساله مثل نهرها و آسیاب‌های آبی قصه های خودشونو دارن. چند قرن پیش خونه ای ساخته شد که امروز یکی از جذابترین جاذبه های اقامتی استان خوزستان شده. هتل سنتی سرابی. اینجا فقط یک هتل معمولی نیست. این خونه خودش تکه‌ای از تاریخ زنده است. این ساختمون بیش از 210 سال قدمت داره و برمیگرده به دوران قاجار. دوره‌ای که هنر معماری ایرانی هنوز با ظرافت طاق و تویزه، حیاط‌های مرکزی پرآب و فضاسازی هوشمندانه برای مقابله با گرما توی خونه‌ها ساخته می‌شد. ساخت این خونه از سنگ و آجره، با حیاطی که استخر و باغچه داره و پر از نور و سایه بازی سنتیه. سقف اتاق‌ها توی طبقه همکف به شکل طاق و تویزه است برای خنک نگه داشتن فضا. طبقه بالا با خوانچه پوش ساخته شده، نوعی سقف سنتی که حسی گرم، صمیمی و دلنشین به اتاق‌ها میده. اما جذابیت واقعی اینجا فقط در طبقات معمولی نیست. زیرزمین‌های چند طبقه هتل هم بخش قابل توجهی از ماجرا هستند. هتل سرابی 4 طبقه زیر زمین داره که بعضی از اونا با ساختار آبی و راه‌های زیرزمینی مرتبطن. گردشگرا اون رو به ارتباط با سیستم‌های آب تاریخی شوشتر نسبت میدن که خودش مجموعی با شکوه از مهندسی آبی و آبراه‌های باستانیه. میتونی تو ویدیوهای قبلیم بری و ببینی. قضیه اینه که شوشتر به خاطر نظام آبی تاریخیش معروفه. مجموعه‌ای از تونل‌ها، آسیاب‌ها، سدها و آبشارها که نشون داد انسان چند صد سال قبل بدون ابزارهای مدرن تونسته این همه کنترل و زیبایی روی آب داشته باشه. هتل سرابی به خاطر همین جای گرفتن تو دل بافت تاریخی حس خاصی میده. انگار تو داری تو خاطرات آب و سنگ قدم میزنی. اولین صاحب این خونه تاریخی حاج محمد علی نامکی بود، از خانواده‌های شناخته شده شوشتر، که حتی صاحب اولین نیروگاه برق آبی در خوزستان هم بوده و به توسعه شهری اون منطقه کمک کرده بوده. بعد از سالها فراموش شدن این خونه مرمت شد و از سال 2013 به عنوان اولین هتل سنتی خوزستان دوباره جان گرفت و حالا میتونه تجربه زندگی سنتی رو با راحتی امکانات مدرن به مهمونا ارائه بده. تجربه‌ای که مثل یه سفر تو تاریخ زنده ایرانه، نه فقط اقامت در یک هتل.